اناربیج خوشمزه رو با این کته خوشمزه رو یاد بگیرید، با من همراه باشید. رب، ادویه، گردو، سبزی خورشی، گوشت چرخ کرده، رب انار. گردوهامون رو آسیاب میکنیم. گوشت چرخ کرده رو 2 تا داخلش پیاز رنده میکنیم. توی گوشتمون زردچوبه، فلفل و کمی نمک میریزیم و ورز میدیم با هم دیگه. بعد به صورت قرقلی درست میکنیم. خب گوشتمون رو کاملا ورز میدیم با ادویه‌ها. گوشت رو به این صورت ما قرقلی میکنیم. اگه دیدیم گوشت به دستمون میچسبه کمی آب به دستمون میزنیم. به همین صورت قرقلی میکنیم. گوشتامو قلقلی کردم، آماده کردم. گردونم که سابیده بودم. این خورش یکی از خورش‌های اصیل گیلان قدیمیه که به اسم سنگ خورش هم میگن، دراز قاطق هم میگن. چون دراز قاطق میگن به خاطر اینکه مدت زمان طولانی طول میکشه تا درست بشه. سنگ خورش میگن چون گوشتاش به صورت مدل سنگه، گردای درشته. یکی از غذاهای معروف و اصیل گیلانی. من گردوهایی که آسیاب کرده بودم داخل قابلمه میریزم. بعد یه مقدار آب داخلش میذارم. تقریبا الان ادویه هم میریزم داخلش. بعدا میذارم کمی حدود نیم ساعت درشو میذارم با حرارت کم. میذارم ادویه رو زردچوبه، فلفل و کمی نمک رو میریزیم و 1-2 قاشق رب هم میریزم. برای خورشمون خوش رنگ بشه. بعد درشو میذارم. وقتی که جوش اومد درشو میذارم با شعله کم میذارم نیم ساعت پخته بشه. خب بعد از نیم ساعت من در خورشو برمیدارم. کمی گردوی ما تقریبا کمی پخته شد. سبزی سرخ کرده که همون از سبزی قرمه استفاده میکنم. کمی هم سبزی من خالواش و چوچاق برای شمال دارم. لازم نیست، اگه ندارید لازم نیست. من چون دارم یک کمی هم از اینم داخلش میریزم. اگه داشتید بریزید، اگه نداشتید که هیچ. توی شمال با سبزی‌های محلی خودشون درست میکنم. خب من اینو میذارم دوباره نیم ساعت دیگه دوباره به سر میزنم. خب من در این مرحله گوشتایی که قلقلی کردم میریزم. همه رو به این صورت میریزم. گوشت رو اصلا باز نمیشه، ولی تا 1 رو اصلا به خورش دست نزنید تا گوشتا جمع بشه. دوباره درشو میذارم. بعدا یا رب انار یا آبغوره برای ترشیش هستش که میریزم. خب من توی این لحظه یا آبغوره، اگه دوست داشتید ترشیش باشه آبغوره میریزید، یا دوست داشتید رب انار میریزید. 4-5 قاشق میریزید. من خودم آبغوره میریزم. تو همین مرحله شما میتونید به جای آبغوره رب انار بریزید. میذارم تقریبا 1 ربع دیگه تا کاملا جا بیفته و خوشمزه بشه. نمکش هم تست میکنم. درشو میذارم تا نیم ساعت. خورش اناربیج ما آماده شده. من الان توی ظرف سرو میکشم. فقط نمکش رو تست کنید.
غذای خوشمزه ما آماده شد. ممنون از اینکه با من همراه بودید. امیدوارم که غذای خوبی باشه و تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم. بهتون پیشنهاد میکنم این دوتا ویدیویی که کنار صفحه اومده حتما ببینید.